اولا تشکر به خود شما، چون که همچون برادر یا همچون یک شخصی که به همدیگر بسیار یک قرابت برادرانه داریم مرا دعوت میکنید و به دیدار عزیزان میسر میکنید. واقعا ما بسیار از دیدارتون شاد هستیم. خوب امیدواریم که صحت و سلامت. تشکر، همه خوب است ان شاء الله. مدت چند معرفگری صنعت صرف ملی بیرون از وطن بودید؟ میخواهم از خاطرات شیرین شما این دمای لحظه بپرسم. اولا فرخ جان میخوام درود و سپاس به اون مردم عزیز بگویم که این لحظه چشم به ما دارن و در این صحبت با ما هستند. بعدا هر جایی که سفر کردیم، هر جا که صحبت داشتیم با هموطنا، با برادر عزیزمون، همون مهر گرم، محبت صمیمی همون مردم نسبت وطن حس میشه، چون که هر یک حرفشون درباره وطن است، هر یک پرسششون درباره وطن است که چی بهبودی است، چی پیشروی هست، شما نو اومدید و چی گپ ها، چی خبرهای خوب است و ما هر بهبودی که در وطن هست دیدیم با اونها میرسونیم. بعدا هنگامی ترانه‌خوانی در هر یک جمع آمدی خورد یا کوچک یا بزرگ، وقتی که با هموطنان میشیم اونا زیاد ترانه‌هایی را که میخوانیم با ما میخوانند، چون که مشتاق هستند، چون که میخوان هر لحظه که امکان است پیشتر و بیشتر به وطن برگردند. و واقعا هم دوری از وطن گمون میکنم اون احساس دوست داشتن وطن را دوچند میکند. استاد لایر میگوید که تا سر نکند درد ندانی که سرت هست. و قیمت وطن رو هم، قیمت هر یک ذره و هر یک سنگی این وطن آدم بیرون از وطن حس میکند، چون که اگر اینجا مثلا شما یک باشد فایزی مشتاقیتون، در اونجا این یک فایز به 10 ضرب میشود، یعنی به 100 مبدل میشد. اونا همون کوچه، همون پس کوچه، همون شرشره آب و خاک و دان و نان، آب و خاک وطن، همون بوی شناس، بوی عزیزی که از دهات مردم میبرن، همون در اونجا نیست. اونا میخوان که باز به مشامشون برسد، باز هم با عزیزانشون هم صحبت و هم نفس باشن. چی نوگانی در حیات ایجادی؟ با مرام با همون باری آخری که صحبت کرده بودیم یک مدتی پیش، به فکر یک سال، یک نیم سال پیشتر، همون وقت هم باید قرار آمدیم که ارزش های حیاتی ما در ممکن از خاطری رفتنی سال باشد به بالا، ارزش های حیاتی ما اندکی دیگرگون شدن و از سخن هایی که کم معنی هستند، از ترانه هایی که اونقدر جنبه تربیوی ندارن، آهسته آهسته دست کشیده به همون غزلیات، به همون شعر بسیار بلند و نابی کلاسیک رو آورده ایستادیم، چون که خزینه ادبیات کلاسیکی ما قریب که اول و آخر ندارد، اون به امتیاز و هر کسی میتواند موافق دل، موافق طبع خود از این خزینه دریافت کند، شعر و ترانه و غزل. ما هم یکی از همین جویای شخصانی که جوی همین چیز هستیم امروز ها مایده با همون غزل های بلند و با غزل های ناب جستجو سر و کار داریم. یعنی گفتید چون سین و سال می رود، یعنی ما که سالار می شویم، گفتنید که هنر هم سالار می شود. بگفتگو، چون که بزرگترین استاد تجربه است، گفتن بزرگان، همون از بس که تجربه زیاد می شود، از بس که همون مکتب که آهسته آهسته قوی تر می شود، چون که در راه زندگی هنرمند با استادان، با بسیار شخصانی بزرگ، با شخصانی معروف که روبرو شد، هر یک برخورد با استادان به شما چیزی میده، یعنی در همون خزینه شما یک چیز زیاد می شود. حتی هم یک نگاه استاد، مثلا استادانی که هستن، کافی است که مثلا تو از همون کردار و رفتار یک چیزی به خود کسب کنی، بگیری. و فکر میکنم که در حقیقت هم همون بگیم که تجربه حیاتی و تجربه ایجادی هم زیاد می شود. درست است. و بیننده گمان میکنم بی‌صبرانه منتظری صدای دلنواز و دلچسب قربان علی عبداللهیف هستند و چون با خود اسباب موسیقی آوردیم منتظرش رو میسازیم. چی حاصل گر هزاران گل دمد یا صد بهار آید،
مرا چون با تو کار افتاده است این ها چی کار آید چی حاصل گر هزاران گل دمد یا صد بهار آید مرا چون با تو کار افتاده است این ها چی کار آید دلم را باغ و بستان خوش نمی آید اگر وقتی دلم را باغ و بستان خوش نمی آید اگر وقتی کی جامی در میان آرند و سروی در کنار آید کی جامی در میان آرند و سروی در کنار آید چو سوی زلف خوب رفت سوی ما نیاید چو سوی زلف خوب رفت سوی ما نیاید وگر آید سیاه روز و پریشان روزگار آید وگر آید سیاه روز و پریشان روزگار آید نمی آیم برون از بیم رسوایی که می ترسم نمی آیم برون از بیم رسوایی که می ترسم مرا در نزد مردم گریگی به اختیار آید مرا در نزد مردم گریگی به اختیار آید اگر آن ترکی بدخو بگذرد روزی به سوی من اگر آن ترکی بدخو بگذرد روزی به سوی من نمیگیرد قرار تا دلی من در قرار آید نمیگیرد قرار تا دلی من در قرار آید 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 خوش گویند که وحشت تنهایی وقتی است که کسی را دوست نداشته باشیم همین عباره دوست داشتن و دوست داشتنی بودن ما مورد مهر و محبت و عشق میخوایم حرف بزنیم در حیات و در ایجاد شما چه نقش داشته باشد همون بگیم که جنبه که اون چیزی که شما دوست می‌دارید در مرحله حیات دیگرگون میشود وقتی که طفل تولد میشود یگانه محبتی و یگانه حیات و مماتی او به مادرش پیوند است یعنی همه محبت حتی از بوی مادر حس میکند که در برش هست یا نیست خوب بعد وقتی که بزرگتر میشد و آدم زیادتر باز به پدر بعدن میبیند که پدر رزق آورنده و راهبری و سردار خانه است و با مدد او با مدد پدر مثلا فرزند میتواند به یک قله مقصد و حیاتیش برسد بعدا در این راه باز پیدا میشود محبوبه و محبت زیادتر باز به این جریان برمیگردد به جریانی که چونکه جوانی و جنون هم معنی و قریب که هستند بله وقتی که از سر جنون بیرون میشود
бозам зиёдатар одам ба офаридгори худ рӯ меорад, чунки бозам мегӯям ки мафкураи одам то вақте ки фарох мешавад, то вақте ки дар ӯ маърифату таҷрибаи ҳаётӣ зиёд мешавад, одам кӯшиш мекунад ки бифаҳмад ки ӯ аз куҷо омадасту ба куҷо меравад. Чунки то ин лаҳза ишқҳои заминӣ аст, ишқҳое ки дар рӯзгор барои мо шумо роҳкушо ҳастанд. Аммо аз ин пас одаме ки худоогоҳ шуд ва аз худо огоҳ мешавад. дуруст. Амин ибораро бинед, худогоҳ ва худоогоҳ. Ва фикр мекунам ки ишқи арзандаву абадиам барои офаридгор тааллуқ дорад. сарбаланд бошед. хуб, гӯянд маркази меҳр, намояндаи ишқ, намоёнгари покӣ, намунаи муҳаббат ва дӯстӣ ва чашмаи бахшиш дар ҳар хонавода ин зан модар аст. мо то ба имрӯз на танҳо мо, балки зиёд нафарон васоифи модар карданд ва то умр боқист хоҳанд кард, зеро ки воқеан ҳам арзандаанд. ба ҳар сурат мехоҳам ин дамои лаҳза аз лаҳни Қурбоналӣ Абдулло васоифи модарро бифаҳмам ва бидонам ки модари Қурбоналӣ Абдуллоев чӣ гуна буд, чӣ гуна зан. ташаккур. модари ман ҳам яке ниҳоят фарди оддӣ, ниҳоят шахси хоксор ва мисли ҳазорҳо модари тоҷик буданд. бисёр камгап буданд, бисёр зирак буданд, аммо бисёр камгап буданд. ҳеҷ гоҳ кӯшиш намекарданд ки масалан ё фарзанд ё ягон касро бо сухан пешпо диҳанд. то имкон ҳаст сабр доштанд. худованд мегӯяд дар Қуръонаш ки худованд сабркунандагонро дӯст медорад. модари ман бисёр собир буданд. амин ба ҳамун бигем ки бесарию ба ҳамун кашмакаше ки мо чанд бародар ҳастему чанд хоҳар, бисёр худатон медонед ки дар навҷавонӣ чӣ қадар шух мешаванд фарзандо. боре нашунидам ки модар ба мо гапи тезу талхе гуфта бошад. бисёр собир буданд. падарамон баръакс бисёр одами вай буданд, сирталаб ва бисёр тез буданд. аз як сухан метавонистанд ки дар бигиранд мисли оташ, мисли тӯфон. Модарам баръакс буд, мисли об буд, мисли обе ки ҳар замон оташи падарро хомӯш мекард. бовар кунед, аҷиб буд. бисёр чашмонашон пеши назарам аст, бисёр чашмони бо муҳаббат ба ҳама чиз, ба ҳама чизе ки худо додааст, ба хонавода, ба фарзандо, ба набираҳо, ба абираҳо, ба ҳамашон бо як чашми муҳаббат, ба як чашми бисёр ҳассосу модарона менигаристанд. ифтихор мекард бо ҳунари фарзанд? он кас бисёр шармгин ки буданд, ман намедидам ки аз ин ифтихор мекунанд. дар кадом ҷамъомаде ки ҷамъомади оилавӣ ё ки ҷамъомади масалан бо шумораи зиёдтари одамон, ҳама вақт сарашон поин буд, ҳеҷ вақт сари боло наменишастам. ман барои ин намедонистам ки ӯ аз фарзандон ифтихор дорад ё не. ман нест намекардам. ҳама вақт шармгин будам, бисёр шахси сарпаст будам. сарбаланд бошед. гумонам васоифи модар мекунем бо суруд. хоб, ба ҷону дил. زمین و آسمانی من توی مادر جهانی بیکرانی من توی مادر در این دنیا که به مهری و به رحمیست بنیادش
در این دنیا که به مهری و به رحمیست بنیادش. یگانه مهربانی من توی مادر، توی مادر. یگانه مهربانی من توی مادر، توی مادر، توی مادر، توی مادر. غمم را در جهان جست و کسی بهتر نمیداند. غمم را در جهان جست و کسی بهتر نمیداند. به این هم داستانی من توی مادر، توی مادر. زیرویت نور میبارد برای زندگانیم. زیرویت نور میبارد برای زندگانیم. چراغی دودمانی من توی مادر، توی مادر. چراغی دودمانی من توی مادر، 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 توی مادر. دعا میکنم که هر شب و هر روز ما فرزندان به قدر مادر عزیز به قدر والدین برسیم، چون که آنها درهای هستند از بهشت. درست است. و این ترانه نیز برای کلی مادران توجیه کرده. بله. هر چیزی که طلب کردید از کردگار بر منتهای همتتان کامران گشتید یا نه؟ شب و روز شکر میکنم که در حقیقت هر چیزی که خداوند به بنده دوست دارش لایق دست به ما داده است. تن و جان صحت، پدر و مادر بسیار لایق و شایان عزت و احترام، عائله خوب، دوستان خوب دارم. میگن کیست با دولت؟ نه اونی که پیسه دارد و زر و زیور دارد. با دولت اون است که فرزندای خوب دارد و دوستان خوب دارد. برای همین از این جهت نمیتوانم شکوه کنم، چون که هر چیزی که در دل پرورش کردم، هر آرزویی که قریب داشتم، شکر خدا با شرافت پدر و مادر، با شرافت رضاگی آفریدگار، من به همه این مقصدها قریب که رسیدم. فقط میتوانم شکر کنم، از این زیاد نه. و فکر میکنم در برابری طلب کردن و نیت و آرزو کردن گمان میکنم تلاش ورزیدن هم میسازد. یعنی که هم تو آرزو نیت کرد و برای به او آرزو رسیدن تلاش نورزیدن، گمان میکنم این کار خیلی خام. معرفت حیاتی، تجربه حیاتی اثبات کرد که هر آن کس که حرکت میکند البته نتیجهش برکت است. یعنی که بزرگان گفتن که از تو حرکت و از ما برکت فرموده خداوند هست. و اگر هم تو دو دست بالای زانو نیت آرزوی نیک کرد با پشت خیلیده و فقط نیت خیر کنی، نیت خیر کردن ثواب است، اما عمل نکردن، کوشش نکردن البته گناه است. چون که وقتی آدم 4 اشکالی درست دارد، مثلا تنی صحت دارد، عقل کامل دارد، و باید زحمت بکشد، باید مهنت کند، سعی کند فایده خیش رو به جمعیت، به پدر و مادر،
به ملت برساند، چون که او برای همین چیز تولید شده است. یعنی البته نتیجه همه گونه زحمت راحت دارد. بله. این را مثلا امروز در همین گلگل شکوفایی وطنمون همون میبینیم که مثلا زحمتی سرورمون، زحمتی مردمی عزیزمون چی نتیجه ها داده شده است. چقدر شهری زیبا، شهر دوشنبه رو شناختن بسیار مشکل است. شکر خدا. میخواهم که آدابی مردم هم مثل همین شهر ما زیبا شود. آدابی مردم، چون که حاضر آدابی مردمی ما در سطحی در کاری نیست. در کوچه ها ما از زبانی جوانان بسیار الفاظی ناخوش میشنویم. از پدر و مادران بسیار خوش میکردم که فرزندان خویش رو از کوچکی در خانه به همین محبتی نسبت همدیگر با یک زبانی بسیار پاکیزه، با یک گفتاری شیرین تربیت کنند. در پیش ما رو یک جشن نیست خیلی با میلاد، با فرهنگ نزدیک و جشن ملیش هم میگوییم نوروز علم افروز. خب آمادگی ها به این جشن چگونه است؟ امیدوارم که قربانعلی عبدالله با چند ترانه بهاری خاطر بیننده رو شد حتما میگرداند. البته مثلا هم قدم زمان بودن و برای هر یک چوربینی که نزدیک می شود تیار کردن یک ترانه جدید البته یکی از عهده‌داری های هنرمندا است و شخصا من هم در تردد هستم. امروز با چندین استادان سر و کار داریم، فرمایش داریم که همون موافق به ذوق، موافق به دل شعر بهاریه یافته انتخاب کرده، چون که وقت کم است. البته کوشش میکنیم که در لحظه‌های نزدیکترین، حداقل در مدت یک ماه، البته ترانه خوبی بهاری آماده کنیم برای شنوندگان عزیز. از این خالی نیست کاربار ما. البته بگفتگو سربلند باشید. ما برای حضورتون بار دیگر مینداری میکنیم. تلویزیون سفینه همچون تلویزیون فرهنگی واقعا هم از حضور اهل فرهنگ پیوسته شده است و اطمینان کامل است که با یک ترانه دلانگیز دیگر خاطر ما، خاطر بیننده رو شروع میگردم. تشکر عزیزان. در اینجا با شما خیر و خوش میکنیم تا نزدیکترین دیدار و تا دریافتی هنرمند اصیل دیگر. خیر عزیزان. مکش طره جانانه ما را، ای باد مکش طره جانانه ما را، زنجیر مجنبان دل دیوانه ما را، زنجیر مجنبان دل دیوانه ما را. دیدن سریش کم هم سایه و گفتن، دیدن سریش کم هم سایه و گفتن، این سیل عجب گر نبرد خانه ما را، دل گرچه خراب بس ولی چون تو درایی، آباد کنی کلبه ویرانه ما را، ای آباد کنی کلبه ویرانه ما را.
خوابی خوش صبحت برد است دیده مخمور خوابی خوش صبحت برد از دیده مخمور شبگر شنوی نعره مستانه ما را دیدن زیان آن که بسد گنج فریدون کردن بها گوهری یک دانه ما را کردن بها گوهری یک دانه ما را ای باد مکش طره جانانه ما را ای باد مکش طره جانانه ما را زنجیر مجنبان دل دیوانه ما را زنجیر مجنبان دل دیوانه ما را ای زنجیر مجنبان دل دیوانه ما